بیچاره دخترم. زود باش خدیجه، بیا کنو. علی زودتر بیا. بابام چی؟ علی بیا زودتر گفتم. علی زودتر بیا. زودتر برو. علی اشاره کن. زینب با خودوی. زینب خیر. زینب خیر. زینب بیا زینب. نفس بیا. بیا دخترم. نترسید. پوش بکنم. رو کشوید. اونش دوزا گیرد. مادر جان. آقای دکتر کجا شدن؟ هستی دخترم. آقای دکتر کجا شدن؟ مادر جان. بیا. Tanya Zukar. Zukar, Maise.
میکنی؟ نه اینجا چونه بابایی بودی؟ مگر اینطوری از بابایی برامون دارم نکنید چپ شو بسر میره انا برام بودم خوب هستی؟ چرا خوب هستی؟ خوب هستی؟ خوب هستی؟ فرزندانم رو نجات بودی خدا از تو راضی باشد وقتی ندارد دکترم حالش می‌دارد همه هوای تازه گیرد احوال دکتر چه باید زودتر او رو به نقطه تلفن یک طرف ایستی مجده در اینجا چیکار میکنی؟ با من بیا حتی نامی دخترم رو عوض کردن خواهینون اگر این بی‌ناموس خدیجه رو بیند خدیجه در کجایی؟ خدیجه به تو میگویم در کجایی؟ کجا شدن این زنها؟ در خانه نمیستند من به شما نشان میدهم سلاح کجا شده است؟ خدیجه سلاح و اسب را چیکار میکنی؟ بیا پسرم گذشته شین اکم در کجاست مادر جان؟ نمیدونم پسرم پسرم خوراک میخوری؟ نمیخواهم پسرم گرسنه نمیمونی در حالی که پدرم مرده از باید اخراج کنم بکری بر رزق داده خداوند ناشکری نکن ما نیز برای وفات پدرت غمگینیم لیکن او دیگر بر نمیگردد پدرم رو خواهی نگویند مادر با تشکیلات خیانت کرد نگویند برای همین کسی به جنازه‌اش ناآمد به مرگی پدرت خودی تشکیلات سببگار است تو باشی با آدمانی تشکیلات رفت آمد میکنی آنها را از خاطرت برار نه من با نظیر رفیقانی پدرم میروم اینجا بکری بکری برگرد میگویم سلاح و اسب را چیکار میکنی؟ گبزن میگویم سلاح را چیکار میکنی؟ نزن گفتم نزن خدیجه دیوانه شدی سلاحت رو پرتا نزدیک نشد که به خدا میپرونم عزیز اسب را با سلاح چیکار میکنی گفتم و خلاص ایستم دخترم سلاح رو پرتا کاسه صبرم نابدست شد مادر ظلم و ستمش به جانم زد شد دخترم بس کن اگر باری دیگر به خدیجه دست برداری دانستم که پیش از او سلاح را در دست نمود تو چی کار کردن رو میدانی؟ زنی ابله نکن گفتم به خدا به هیچ چیز نگاه نکرده خودم تو را میپرانم خدیجه گناهی ندارد سلاح را من فرمودم سلاح داران برفین را فریب دادند رفته برفین را نجات میدهم حالا برفین با آنها در خانه جناب سبا است تو چی گفتنت رو میدانی؟ تو خودت کیستی که از یک تشکیلاتی با قدرت دخترت رو گرفتن میخوای و هم برفین با تشکیلات همراه شده کاری درست کردن و من نگاه کن از این پس به خانه هم آمده با ما دخالت نکن دیگر نیا کاردار هم نشم خدیجه همسری من است رفتیم خدیجه رفتن گیرید تا کجا می روی باز به همینجا می آیید مادر به کجا می روی؟ بسیم ایست خانم بسیم چرا داد میزنی؟ چی میخوای؟ آدمان این تشکیلات رو میکوبم به کجا رفتم
دخترم همراهی اونهاست. به طرفی کوه رفتن. رفتیم خدیجه. مادر سرده دخترم مادر سرده. بنویس چی طرف اونها رو بره میشنید. مادر آنها ما رو میکشند. مادر جان صبر کنه دختر. مادر برسید دخترم. کجا؟ چی میخواهی؟ سال نزن. برسید مادر دخترم. مادر دخترم. درو بچی حال آوردن دخترم. مادر جان بسیار غمگین شده. یکدیگرتان رو پزمان شده. کافی است اکنون. کجا؟ دخترم تو هم همینجایی یا اینکه مرا نشناختی؟ من زلالم. شناختم. وقتی با تو صحبت کردن ندارم. دخترت رو دیدی؟ اکنون از اینجا رفت. باری دیگر تو رو در این جایها نبینم. دخترم را بردن میخواهم. برفینم را به خانه بردن میخواهم. دخترت راهش را انتخاب کرده است. خانه او تشکیلات است. نامش مژده. هنی بده حد برگرد. را از اینجا را. کجا به من گوش کن. برفینم را به من ده. دخترم را نگریسته به هیچ کجا نمیرم. راو میگویم به تو را. وگرنه به مرد جواب نمیدیم. راه برگرد. برفین خواهش میکنم دخترم را نبرد. مادر جان مرا ببخشید. با شما رفتن نمیتوانم. دستم را با خون آلوده ساختم. برگشتن نمیتوانم. کشتم مادر. کشتم یک سرباز را. کشتم. تو چی ها میگویی دخترم؟ تو قاتل بوده نمیتوانی. برسید دخترم. کجا داروده؟ راب از اینجا. روید از اینجا روید. مادرت را گرفت. راب از اینجا. شما مادر ندارید. روید از اینجا. راه برده. زودتر. مادر جان از جا. عشون چشم را. مادر جان به خودت یاری دیه مادر جان التماس به خودت. ای مردم یاری دیه. بیایید بچه ها. الان برو مادر. خدا شکر دیدم. بیایید. آقای دکتر فرزندانتان را معاینه نمودند. خواطر نشوید. می توانید به خانه هایتان برید. انشاءالله همه صحت می شود. دیلو ممکن باشد آقای دکتر رو میدیدین؟ بله یک آقای دکتر ببینید. شما گپ زنید بابا. برای کودکان را نجات دادنت همه از تو منت دارد. سلامت باشید. این حادثه شما رو به تعلقه ناندازد. کودکانتون رو به مکتب فرستید. تشکر. خدا از شما راضی باشه. از شما نیست. سلامت باشید. چند شد؟ آرام شوید. روید. احوال زینب چطور؟ زینب از کودکان دیده بسیارتر ضرر دیده است. حالا بیمه دار است. بدتر او رو نیز جواب بدهم. فرزندانم را
نجات داده. خدا از تو راضی باشد دکتر. تشکر زیاد آقای طاهر. شفا یابی. رفته در خونه استراحت کن. تشکر روز دکتر. خدا نگهدار. خیر پناهت به خدا پسرم طاهر. تشکر بابا ابراهیم. با آسانی رها یافتید به خدا. اگر خانم زینب از وقتی مکتب میگذشت یگان حادثه روی نمیداد. آقای شعباز شما رئیس دهید با آسانی تسلیم شدنمون رو انتظار نشوید. من گفتنیم که مکتب سوخته خاکستر شده است. دیگر جای برای دردخانی نیست؟ آنها سوزانند. ما نوش رو میسازیم همین طور نه؟ بیا رئیس رفته به پلیس خبر دهیم. خائنان گریختن. آمدنشان بیفایده است. لیکن راست میگوید بابا. به هر حال خبر دادن لازم. خدا نگهبان. سلامت باشید. رفتیم خزمان. میلش پدر. خزمان را گرد. خودتان رو با آتش پرتافتید. برای من یعنی برای اهل دیه شما قهرمانید آقای دکتر. تشکر قزبان. قزبان با تو میگویم. چی میگویی؟ پدرت رفتند تو هم به خونتون رفت. از دکتر سخت ترسیدم. دکتر مرا معاینه کند. آقای طاهر کار دارم قزبان بعداً میگوییم. خیر شد میروم. رفت. دختر جانم صحت میشوی انشالله. البته صحت میشوی انشالله دخترم انشالله. اما که دکتر به دستانم ملهم مالیدن انشالله صحت میشود. زخم نشود. خدا از دکتر راضی باشد. خدا البته جزای آن خائنان را میدهد حتما. نظام السلام علیکم برادر. بخیر است عزیز. یکون گپ داشتی؟ کی بوده است؟ گفتنیم که به تشکیلات همراه شدن میخواهد. حاضر عین مداست. سینان هم خبر دارد که چه به آدمانش در نزدیکی دهی ورگی نیزم به نزدش ما رفت. تو چی ها میگوی عزیز؟ احوال کودک رو نمیبینی؟ مرا مگر برای جلب دادن دیگر بیگناهان دعوت میکنی ها؟ صبر کن حق هستی. دخترت زخمدار شده است لیکن نمرده است. تشکیلات مجبور بود این کارو کنه. البته در اونجا دیگران نیز ضرر دیدن. من با اونها همراه شدن نمیخواهم. گوش کن نظام برادر. قراری برآوردت خطاست. قرارت رو زود برآوردی نظام. تشکیلات برای ما کوشش میکنن. دیده و دانسته نزدیکان خود را کشتن نمیخواهم عزیز نمیخواهم. بیزارم از این خیلی تشکیلات. به درون درو. حالا میبینی دوستم. چی حال داری زینب؟ کمی بهتر شدم لیکن سرم چرخ میزند. کمی استراحت کن میگذرد. دختری سبزینه رنگ شده ای لیکن به تو میزیبد. چی شد دیلو؟ هیچ چیز. معلمان و کودکان را نجات داده هستند. بله سینان. رئیس درست میگوید سینان. من همین را دیدم. دکتری ابله به این کار جواب میگویی؟ آن دکتر آدم نمیشود سینان.
دختر پسری جناب سبا را تبابت کرده است. به خاطر جناب سبا و او دست نمیرسانیم رئیس. به خدا اگر دکتر با معلم در ده مانند تشکیلات طرفدارانش رو از دست میدهد. معلم کودکان مکتب خان را بر ضد شما کرده، تشکیلات رو تنقیح میکند. خودم شاهد شدم که نظام دخترش فاطمه را به مکتب سپرد. معلم کودک را فریب داد دختر باشد برای به تشکیلات همراه شدن پدرش مانع شد. فراموش نکن سینان، و قریبی دیگر کسی به کوه برآمده با شما همراه نمیشود. از عهده یک معلمه برآمده نمیتوانیم. حیفی ما و سبب نرس بدی. حالا بعد هر هفته سزای معلمه را میدهیم. آماده شوید، بعد همه رویم. خوب شده. صبر کن سینان. بابا ابراهیم الکی به سربازان خبر داده است. شاید سربازان کیها به راه برآمدند. شاید بهتر است در یگان جای بیخوف پنهان شوید سینان. به غاری در بالا بوده میرویم، آنجا بیخوف است. خیر در علاقه باشید. تا بازدید رئیس. ایدی پنهانی به ده رو، گرد و اطراف را از نظر گذران. بعدا از دهقانان برای 4-5 روز آذوقه جمع کن. در غار با میخوریم. فهمو سینان. رو دکتری نابکار، این دفعه هم تو و هم معلمه را جا به جا نابود میسازم. اینجا خیلی خراب شده است. با آسانی تعمیر کرده نمی شود و هم بچه ها دیگر به اینجا نمی آیند چون که همشون سخت ترسی. شاید حالا از همه دوره مشکلمون را سر میگذارونیم، لیکن کودکان باید تعلیم گیرند. مکتب نباشد چطور تعلیم دهم طاهر؟ میدونی برای علم و مختن مکتب شرط نیست. تو معلمه ای، همه جا مرایت مکتب است. اگر خواهی خانه به خانه گشته با آنها درس داده میتوانی زینب. شما دائم خوبی کار رو فکر میکنید. باید خوبی کار رو فکر کنیم. آنها همشون ترسان چکند. وقتی که روبرویشان شخصی و ترس رو میبینند در تهلکه میافتند. ما در یگان حالت مغلوبیت رو قبول نمیکنیم. این ناممکن است. شما راست میگویید طاهر. مغلوبیت رو قبول نمیکنیم. هر گوشه و کنار دیها برای مکتب میشود. دخترم کجاست خدیجه؟ برفین کجاست؟ گفتم که با سلاح داران رفت مادر. نجاتش میدادم، دخترم رو نجات میدادم. بسرم زدند و را آوردن نتوانستم. مادر جان مرا ببخشید، من شما را زدم. تو مرا زدی؟ در حالی که برفینم را نجات میدادم تو مرا زدی؟ برفین دخترم، از برای تو شده دخترم را آوردن نتوانستم. رفت دخترم رفت، دیگر را یافته نمیتوانم. گریه نکنید مادر جان، خواهرم را باز میابیم. یابیم هم چی میشود؟ آن خوینان دستی دخترم را با خون آلوده ساختند. برفین دیگر مثل پیش در دختری دلسوز نیست خدیجه. گریه نکنید مادر جان، گریه نکنید. تو چی کار کردی؟ سرم رو در بلا موندن میخوایی؟ نخود با تشکیلات زید برایی بلای ناآورده رو از خانم زودتر. عزیز خاموشی، دمت را گیر. او مادری من است. مادرش بوده است. کارهای کرده این مادرت رو دیدیم. هیچ گپ نیست دخترم، جنجال کردن نمیخواهم. من میروم. منم کسه منم در پیش سربازانم. نه خواطر نشوید.
چرا بیهوده تیر میپرانی ابله؟ خوک رو پراندم که چه؟ زیافت داریم گل؟ بیگاه گوشی خوب میخوریم. گوشت خوک میخوریم؟ چی شد معقول نیست؟ گوشت خوک حرام است. چطور میخوریم؟ یعنی تو گوشت خوک نمیخوری ها؟ نمیخورم. من با تو چی طور خوردن رو نشان میدم. والله مزهش رو نمیدوند. شاید بچه ها رو در خانه جمع کرده با آنها یک چند مدت درس بیام توهی. البته چرا نه؟ لیکن همه که روزی میشوده باشند. نمیدونم لیکن یک سنجیدن روزی. دکتر با معلمه حالا میبینی دکتر من با تو چی کار میکنم. تو هستی بکری؟ شما رو میکنم با شما گفت دارم اما که بدی. خوب بیا رفتیم. خوش آمدی دمیر. خوش باشه دمک امید. خوش. معلم را یافتی؟ او را یافتم و لیکن تماما کلانسال و فراموش خاطر شده است. ولی پدر دکتر را نقض به خاطر داشته است. خوش. سفرها چه خیلی گذشت دمیر؟ خوب گذشت آقای رافع. اینجا شنیده که دمیر یک معلم را یافته است که آقای مصطفی رو میشناخته است. کمی گپ زن دمیر گپ زن. پدر دکتر مصطفی قماندان در شعبه پلیس دهه ورگینیس کار کرده است. آن وقتها زود به دهه خودمان می آمده است. مصطفی قماندان در جستجوی یک جنایتکار بوده است. شخصی می جسته شوهر زلال است. سلیمان قاتل پسرم. کاش نمیمرد من خودم جزایش را میدادم. مصطفی قماندان یک دوستی نزدیک نظامی داشته است. او زود به نزد مصطفی قماندان می آمده است. شاید برادر او گرفته باشد. دمیر آن شخص نظامی کی بود است؟ بعد از نفقه به دهه چنکلی کوشیده است. سراغش را از معلم گرفتم. فهمو آماده شو. برای میبرایی اکنون رو. مایلش آقای امید. اکا اگر جستجو را دوام دهیم برات را حتما میابیم. برات را یافتن دشوار است. اینقدر پول صرف کردیم گویا پول را از راه میافته باشه. اکا من باید برات را یابم. برات رو یابی چیکار میکنید؟ دخترم زینب حالت خوب است؟ آخر شما درباره یافتن برات گپ میزنید. بگید او رو یابی چیکار میکنید؟ قاتل پسرم بی جزا نمیماند. پدر حالا هم از دعوای خون گفتنتون حیرانم. یک فکر کنید مگر خداوند از کاری کردهتون راضی میشود؟ من به کودکان آدمی خوب شوید دستتون رو به خون آلوده نسازید میگویم. لیکن پدری خودم باشد حالا هم در فکر دعوای خون است. آفرین به تو زینب آفرین درست میگویی. دیدید پدر حتی آنها کم از فکرشان گشتند. نقص فکر کنید پدر. اکا شما چی ها گفته ایستاده اید؟ گفتنی برات بیفایده است. تکلیف زلال به من پسند آمد. خانه اش را گرفته از دوای خون دست میکشیم. خدایا توبه. اکا با شما چی شد؟ پدرت به تشکیلات خیانت کرد میگویند. پدرت خائن است میگویند. دروغ میگویند. پدرت قهرمان بود. لیکن افسوس که همه او را خائن میدانند. جوان مردیش را تنها ما میدانیم. راست میگوید اما که بدی. بله پسرم چرا به تو دروغ گویم؟ پسری قهرمان است. گریه به تو نمیزیبد بکری. خیز حاضر به خانه‌تان رو. اگر یگان مشکلی شد مرا در همین جا میابی. باید شما که بدی. کنی خیز. خیر با دقت باش. دیدی؟ این کودک کیست؟ پسری فرهاد بکری. تشکیلات جنازه پدرم را صاحبی نکرد گفته شکایت میکنند. مادامی که همینجاست مسئله را باید حل کنیم. خلطه گمشته را باید یابیم. همه جای خانه را کافتم لیکن خلطه را نیافتم. گوش کن بیدی خلطه را باید حتما یابیم وگرنه سردارانمون حسابش را از همه ما میپرسند. رفته آن زن را مجبور کنید. چیکاری میکنید نمیکنید بار را پیدا کنید. به نزدش رفتم مجبورش کردم لیکن نمیدونم میگوید. خودت راهی به گپ در آوردن او را میدانی. کاری کرده دل پسرش را هم به دست دار. وای سینان اون دهخان رو هم پیدا کردن نتوانستم. دستی خالی برگشتم. کیست؟ ترکشا
از ما چی میخواهید؟ میدونم که شوهرت با سیله‌داران همکاری میکرد. او خلطه را در کجا پنهان کرد؟ من از اگر خلطه خبر ندارم. چه خبر نداری؟ این طرف کجا؟ رها کنید. این کارو نکنید. میگویم رهایت کنید. التجا میکنم قربانتون شوم و مرحم کنید. دمت را ده. خاموشی. اگر کاری کردتون به سربازان میزیبد. خلطه را ده. نباشد پسران از آن میکشم. گوش کنید بچه ها، من از اگر خلطه خبر ندارم. یکیش رو پرو. قربانتون شوم نپرونید. خواهش میکنم خبر ندارم. اگر جایش رو میدونستم میگفتم. مادامی که کشم میخواهید اول ما رو پرونید. میرویم. سینان آدمی برخورد است. کودک را دیدی چه فرق هستی؟ منظور بیاید. نترسید پسرونم. نترسید. بکری با کجا میری؟ بکری گفتم با کجا میروی؟ کاری ناتمام این پدرم رو بیت ما میرسونم. برم پسرم، نه خود با آن ظالم خدمت کنی. کاری کرده سربازان رو ندیدید مادر؟ ظالم خودی آنها است. بکری مادر جان مادر جان با شما چی شد؟ خیزت مادر جان. بسیار بوی فورا میکند. آفرین به شما. باقی ماندهش را نیست تقسیم کرده بیارید. میل است بچه. خور معلم. آقای امام میخوری ها؟ کنی خور؟ میمیرم نمیخورم. این هر دو گوشت خوک را نمیخورم گفته یک روی کرده ایستادن. میخواهید که خورند ها؟ این کار باشه چرا ایستاده اید؟ خورانه رحم کنه داخل. یکی باز رحم کنه. التماس آنها رو مجبور نکنید کچه. تو هم میخوری مستم؟ نمیخورم کچه. با تو گفتم که میخوری. نمیخورم کچه. میخوری گفتم میخوری. نمیخورم کچه. دو نفر از آن اینجا بیایید. داره دورا. نمیخورم کچه. رهایم کنید. داره. نمیخورم کچه. التماس میکنم رهایم کنید. میخوری. در دین اسلام گوشت خوک حرام است. آن رو نمیخورم. تو با عقل میشوی مزدر. اسلام نیست، مسلمانی نیست، ما از دینی مزدکه. این طرف نگوی کچه. ما مسلمانیم. چکل مسلمان؟ مسلمانی بودن اثرها باز مردم را به جهالت کشید. این را خور میگویم. نمیخورم. خور میگویم. میخورم. میخوری گفتم میخوری. نمیخورم التماس. کنی خور. جایی بارا پیدا نکردید؟ به خدا اون زن نمیداند سینو. لباساتون کجایند؟ در جایشون گذاشتیم. پسران از را میپرونیم گفتیم هم نگفت. اگر میدونست او حتما میگفت. این را گیر. حیف بر شما از عهده یک زن برآمدن نتوانستید. بیدی چی گپ است؟ یک نفر با نام بکری تو رو میپرسد. او پسری فرهاد بکری است؟ بله اوست. از اینجا دورتر با او صحبت کن. اینها را نبیند. شما در آنجا منتظر شوید. اوه بکری بیا خوش آمدی. بخیر است بکری؟ بشمو گپ دارم ماما. نشین. کلی گپ زن. این بدبارای پدرم رفتن میخوام ماما. برای تشکیلات مبارزه بردن میخوام. مرا به تشکیلات قبول کنید. فکری خوب. آفرین به تو. لیکن حالا به خانه‌تان رو. من خودم تو را جیغ میزنم. همراهتون نیستم. نمیشود. دفعه را گوش کن بکری. این اولین فرمان است. به خانه‌تان رو. من تو را جیغ میزنم. رو.
کنیز جوان مرد بدی بگذار بیاید. نه وقتت خندید. بیا رفتیم. نمیخورم. این رو خور میگویم. گیجه نمیخورم. میخوری. نمیخورم. نمیخوری ها؟ این رو دو. یک طرفیسه. یک طرف. حیاتی اسیران در دستی توست. یا میخوری یا که آنها میمیرند. گیجه نکن. التماس میکنم گیجه. التجا میکنم گیجه. انتخاب کن. برای ما باشد نخور خواهرم. نخور خواهرم. نخور خواهرم. نخور. تو با بیرون برو. گذار اینجا نشین. چای مینوشی پهلوان؟ تشکرم که بدی. با تشکیلات همراه شده خدمت کردن میخواهی؟ سینان قماندان است. بله همین طور قماندان. تو پرونده میتوانی؟ میتوانم قماندان. آفرین. نه این طور یک باره با تشکیلات همراه شده نمیتوانی. باید یکان کار نمایی کنی. چی کاره که فرمایید اجرا میکنم. گرین رو معلمه را پران فوراً او را میکشی. وعده میدیم معلمه رو مرده فکر کنید. آفرین. صبحت بخیر پسرم. صبح شما نیست خلای زلال. چی شد؟ بخیر است یا بیمار شدید؟ نه خوبم. برایت خوراک آوردم. تو خوراک میخوری با هم صحبت میکنیم. میلش. راست با من صحبت کردنی بودید؟ خدیجه آمده بود میدونی؟ نه میدونم. من میریزم پسرم. میلش یک جای خوراک خورده صحبت میکنیم خلای زلال. برای در کدام باره صحبت کردنتون خواهتیر شدم. برای آب ریختنتون تشکر زیاد خلای زلال. بیایید خوراکمان رو خورده صحبت میکنیم خلای زلال. البته صحبت میکنیم. آقای طاهر چی شد دیلو؟ مادر خوجه اپای حدیم بیمار شدن. با او چی شده است؟ شبی دراز به حال به مدار خوب کردن. من سخت ترسیدم آقای دکتر. من رفته دیدم اما بیماریشان رو معاین کرده نتوانستم. ممکن فشارشان باشد. حاضر میروم دیلو. رفتیم خونجا. با صحبت کردن نتوانستیم خلای زلال. از شما عذر میپرسم. باید روم. تو بازدی. باز هم نشد. باز گفتن نتوانستم. تو پسری من هستی. تو براتی من هستی. گفتن نتوانستم مته. احوالم چی می شده باشه؟ پسرم را یافتم و گفتن نمیتوانم. شوهری خدیجه با من جنجال کرد. من از خانهش پیش کرد. دخترم را زد. خانه ویران نشود گفته دهان نکشاده. برفی چی؟ او را هم تشکیلات فریب داده از دستم گیری. او را نیز نجات داده نمیتوانم. قلبم پاره شده است مته. مدارم نمانده است.
اگر حقیقت را به پسرم گفته میتوانستم تو براتی ستونی خونم هستی. خواهر و اپات را یک جای کن، گرفته از اینجا بر. جدایی به پایان رسید گفته میتوانستم. زبانت گویا نیست، اما راضی هستی. میدونم روزی من همش را میگویم، لیکن برفینم با سلاح داران است. چی طور دخترم را از آنها رها دهم نمیدونم. میده قربانت شوم. میده دعایت را از من طریق ندار. دعا کن خدا به من کمک کنه. و تو چی شد؟ تمام شب خواب نکرده دهانت رو تازه کرده. مزهش از دهانت نرفته؟ سلاحت را گرفته بیا. از اینجا میرویم که جا؟ اول جزای سینان به تو تعیین کرده را میبینی. چه خیلی جزا؟ بیا گفتم. چی شد؟ با ما چیکار کردنید؟ با من چه خیلی جزا تعیین شده است؟ شکار میکنی مجده. شکار؟ چه خیلی شکار؟ شکاری آدم. روید گریزه، دستگیر شده، شکارچی شما رو میپرانه. گجه چه بودن اشکار رو میدونی ها؟ آنها رو پران. زود گریزه، به دست افتادید میمیرید. دو از پسش مجده، آنها رو نشان گرفته پران گفتم. چارای دیگر نداری، یا میکشی یا انتی میمیری. میدانی که شوخی را دوست نمیدارم. خیره شوید چشم، هضم نکردن و بیحولی رو حس میکنید؟ بله آقای دکتر. درد معده، دل به حضور شوید، تشنگی بر دوام یا درد گلو رو چی؟ ها، حس میکنم. زخم هایتون نیز دیر سیاد میشوند. بله آقای دکتر. از روی این گونه علامت ها شما شاید بیماری قند شده باشید. بیماریم جدی است آقای دکتر. پس از تشخیص بر شما سوزندارو میگذارونیم. به خوراکتان زحمت دید اپای هدین. خوب شده است، کوشش میکنم. بسیار هم نخورید، این به شما ضرر دارد. شما با این دکتر باور نکنید مادر. تو چه ها میگویی پسرم؟ سببگار مرگ پدرم دکتر و معلمه هستند. پدرم را به تشکیلات خدمت میکند گفته آنها را او را پس زدند. خطا میکنی شیر بچه، نه معلمه نه من کسی را پس نزده ایم. من کودک نیستم، من را فریب دادن نمیتوانید. همه این دروغ است. شخصانی که به تشکیلات زید میبرایند جزایشان را میگیرند. نبینید خفه نشوید آقای دکتر. تقدیری بدن. باز غمگین نشوید میگوید آقای دکتر. به حال این کودک نگرید. دیدید تشکیلات کودکان را فریب میدهد، مردم را با هم دشمن میسازد. خواهر جان، فرزندانم در خونه مرا منتظرند.
ما خونه و اویله داریم خواهرم انصاف کن بازیچه دستی آنها نشم ما سلاح نداریم ما رو نکش مجده آنها را پر را نمیتوانم آنها چه گناه دارند این آدمون بیگناهند آنها بر ضد تشکیلات در آمدند جزایشان مرگ است نمیفرمایم من کسی را نمیکشم یا میکشی یا اینکه میمیری تو مردی آهسته بچه ها باز نفتید دخترها شما رنگ رو گرفتید آخه زینب خوش آمدی خوش آمدی زینب اینا شو به اینجا بذارید آفرین خیلی بچه ها حالا باشد با یاری همدیگر سینتامان را آموده می سازیم علی تو رفته می خوب بلغه رو بیار درها رو در دیوار می زنیم من میارم خیلی زینب بچه ها شما باشید رنگ را آماده سازیم شما رفته یکو چیز برای نشستن بیارید اینجا چه گپ است چه گپ است زینب آخر مکتب رو سوزاندند میدانم به خلاصه آمدم که من بعد کودکان رو در خانه درس دهم خلاصه بی اخلاقانه است زینب اینجا خانه است نه مکتب اما کودکان باید علم آموزند مک تو چی دیوانه شدی حالا هم عقلت به سرت نآمده است چند مرتبه شد مکتب رو میسوزانند از برای این مکتب باز خانه و درمان را نسوزانند هوشت را به سرت گیر من اجازه نمیدهم نه به تو و نه به پدرت این را به او گوی اما خاموش باش گپ من تمام خدا نگهبان دیلو تو باز دیدو وایسا من زود میآیم دیلو مایلش وایسا دکتر چی شد قزبان آقای دکتر من به فکرم بیمار شدم نخم رو معاینه کنید دیلوت رو معاینه میکند من باید نزد بیماری روم اما من هم بیمارم به دکتر احتیاج دارم چه شکایت داری قزبان تو دکتر نیستی من بعدتر میایم دکتر مرا معاینه میکند احتیاج به معاینه نیست قزبان بیمار بودنت معلوم است معلوم است مگر بیماریم چیست دیلو اینجا گذر بله هیچ خوب نمی نموی قزبان لیکن خواطر نشو پس از خلاندن این سوزن دارو صحت می شوی تو چه میگویی چه سوزن دارو من از سوزن دارو میترسم آقای دکتر چی شد قزبان جزدانتون را گیرم آقای دکتر تشکر قزبان لازم نیست و کجا میروید من همراهتون روم به نزد یک بیمار میروم قزبان آمدن درست نیست خوب یک زور گفته شما شود با آتش در اومدنش کودکان را نجات دادنش هیچ از یادم نمیرود دکتر جو میدونم تو همه را دوست میداری لیکن آوازه نشود گفتم ما را همراهت نخواستی تو در اینجا چی میکنی چوپان؟ من با من نگاه کن چوپان تو لایقی من نیستی مقل با تو نگفتم دیگر از پاسی من نکرد خانم کیزبان رو از اینجا رو خانم کیزبان رو گفتم تو چیکار میکنی قزبان
من او را به کار قبول کردم. الدا همراهی من کار میکند. بله. چی؟ خانم قزبان، این بعد من یاردمچی مخصوص آقای شهبازم. آمدم که یگان امر دارد آقای شهباز. رو جای کارا رو بچی کن. من رو بچی نکنم. یه دقیقه من الان رو بچین کردم. تشکر زیاد. آفرین به تو الدا، آفرین. این رو دار. شما چطور میکنید؟ این وظیفه من است. یا خدایا یا خدایا. با شما چی شد؟ رفتیم الدا. رفتیم رئیس بابا. مرحمت آقای شهباز. خوش بیمانید خانم قزبان. شیطان. خانم من بهتون شو میدم. خسته نباشید. خوش آمدید آقای دکتر. خوش باشید. نباید میبر اومدید اپای هاوین. هیزون میبرم. شما با درون درآیید آقای دکتر. من حاضر میایم. تو این سلاح رو چیکار میکنی؟ کاره چی؟ کاردار نشم؟ بکری؟ دادرت برای هیزم رفته به یاری ده. من کاری دیگری دارم مادر. چی کار داری؟ بکری؟ ایستا بکری! اپای هاوین، شما برای بکری هم میخورید. پس از مرگی پدرش تماما تأخیر یافت آقای دکتر. غیر از این وقتی سربازان به خانه زده در آمدند دیگر او را داشته نتوانستم و خدا قوتم نمیرسد دیگر. سربازان به خانه اتون آمدند؟ کی آمدند؟ و در این دهه کوچک چرا ما اونها رو ندیدیم؟ اینجا چی نفهمیه هست؟ من از کجا دانم پسرم؟ این گونه کارها را نمیفهمم. پیش از دمیدن صبح آمده با سلاح به خانه در آمدند. هر دو پسرانم سخت ترسیدند. باز چی گویم؟ بکری کاری آنها را دیده با کوه میبرای میگوید. نه تنها سربازان بلکه سلاحداران نیز آمدند. خانه را کافتکاب کردند، خلطچه را سراغ کردند. لیکن من از آن تماما خبر ندارم. بکری با یگون تای آنها صحبت کرد؟ به خدا نمیدونم آقای دکتر. اما دیروز بگویی یک چند ساعت در خانه نبود. اگر همون وقت با آنها بخورده باشد نمیدونم. میترسم آقای دکتر. از بکری را فریب دادنشان میترسم. ای حالا خورد است نمیفهمد. فریب داده و کارهای بد همراه نکنند. با من بیا راهگرد. تو برای سینان دعا کن. با من میبود کی ها میمردی. راهگرد پیش درو. بیاید میرویم. سینان ایستید میگویم. باز چی گپ رئیس؟ برادر از مکانتون دور نروید. سربازان تمامی راه را بستند. یک چند مدت همینجا پنهان شوید. وقتی که آنها رفتند با شما خبر میدیم. گپت را فهمیدم لیکن خوراکمان تمام شده است و ما آذوقه بیار. مایلش سینان. خیر خدا نگهبان. باز دید.
شما پدرون داره. تو بده هراو کودک وظیفه‌اش را اجرا میکند یا نه؟ البته اجرا میکند. فکرش را اونقدر پریشان کردم که خیانتی پدرش را فراموش نکن بدی. خوب رو. اپا با پدرم گویم با امکم صحبت کنن. پدرم در کجایم؟ در نزد چاربارم. جیغ زنم. نه خودم میروم. زینب دایر پسرم. دایر صحبت کردنی بوده. شما این رو به نقطه تیوی برده اونجا ما رو انتظار شوید. مایلش پسرم من تو رو انتظار میشوم. پدر نه دخترم من اینجایم دخترم بیا. بخیر است دخترم چی شد؟ نه خواهد نشود چیزی نشده. با شما صحبت کردم میخواهم. مایلش دخترم بیا در این خونه که بکری ایستو به تو گپ دارم. ایستو گپ دارم. یعنی مکتب رو در خونه همون میکشوی همین طور؟ بله پدر. این ناممکن است زینب. اما که درست میگه پس از این واقعه ها مکتب رو در خانه کشودن بیعقلی است. پدر در یک گوشه خانه نشسته دست میدهم و کسی خلل نمیرسونم. دخترم تو علم آموختن کودکان رو میخوای، لیکن یک چند مدت از بحر مکتب گذر. این دفعه از دست سلاحداران نجات یافته نمیتوانیم. سرمان رو در بلا نگذار. ها مایلش دخترم مایلش زینب. سینان که چه میکنی؟ گفتم که چه؟ با قرارگاه رسیدیم سینان. شما رو همونجا انتظاره. سربازان همه جلوی خود کردم. ما همینجا پیاده میشویم. بعد به قرارگاه میرویم که چه؟ فهمم. گیر. طاهر حق است. باید گفته او رو کنم. دیگر چاره‌ای ندارم. خانه به خانه گشته به کودکان دست میدهم. زینب طاهر چی شد؟ من به تو در گرد و اطراف نگرد گفته بودم. نزد پدرم رفته بودم. هم پدرم و هم امکم برای در خانه‌مون درس دادنم زید برآمدند. خواهش میکنم به خونه‌تان رو. چی شده است؟ گفتم را کن زینب. مایلش طاهر. بکری کنیست؟ باز شر داشته در بیرون میگردی ها؟ سلاح به دست خیانت کار. کفتان رو دونسته زنید. من جنگاورم. این شمایت خواهید تحصیل چکار. خاموشی ابله بناموس. باز شر نداشته گپ میزنند. پدرت چی شد که تو بشوی؟ از مکتب را سوزاندن تو شر نمیداری ها؟ مادر و دادرت رو گرفته از این حق آمده روید. تو چی ها میگوی احمد؟ در شوید از اینجا. این دیگه برای شما من مسئول شو بدیم. کجا میتونید؟ ایسته بگویم. ایسته بکری. روید بچه ها. بهوده جنجال نکنید. روید از اینجا. روید.
خدا از شما راضی باشد آقای دکتر. خیلی بود پسرم را میکشتند. کسی ما رو کشتن نمیتواند مادر. اگر دکتر نمیبود من همشان رو میکشتم. بکری اینجا بیا. بکری نباید مادر روید. قربانت شوم سلاحت را ببندی. روید مادر روید آخیر روید از اینجا روید. مونید پیاوین مجبورش نکنیم. کمی تنها ایستاد رفتیم. مادر جان چی شده است؟ نترس خوجا هیچ گپ نیست. خوبم پسرکم جونکم من خوبم. خدایا من چی کار کنم؟ سرم را گریزه من کجا روم؟ خدایا این کودک تماما وحشی شده است و ما یگان راه نشان ده. خدایا من با این کودک چی کار کنم؟ آروم شوید اپایالین. البته یگان چوره میابید. همش از روی آن پدری بیفهمت به سرمان آمد. این کودک را با چه این حال آورد؟ این کودک یا میمیرد یا کسی را میکشد. اوه فرهاد در نزد خداوند جواب میدی. بگیره اون اولا نمیشود اپا. باید به نزد بابا ابراهیم رفت واقعه رو نقل کنیم. او البته چوره میابد. بیایید رای ما آقای دکتر. شما روید. من بکری رو انتظار میشم. این خیلی بهتر است. میلش درست میگوید. خاکی پایتان شوم. این رو رها نکنید. ممکن است با هم کمی صحبت کنیم. رو از اینجا رو از خونمون. مایلش عصبی نشو. اگر صحبت کردن نخواهی من میروم. سلاح رو سینون به تو داد. بله او داد. کسی این رو از من نمیگیرد. شد آرام شو بکری. شد کسی نمیگیرد. آرام شو. چرا اینجا ایستادید خالای زیلو؟ دختر به اینجا می آیم گفته بود او رو منتظرم. بیایید به درون دروید. نه همینجا خوب است. او به درون ندار آمده همراهش صحبت کنم. کارش بسیار است. وقتش را گرفتن نمیخواهم. با آقای توحید یگان گپ مهمی دارید؟ نه آنقدر چیزی مهم نیست لیکن باید صحبت کنم. خوش آمدید. یگان واقعه شده پیهوین. بابایت را میجویم. در خانه نبودند. در نقطه طبیند؟ آقای طاهر به نزد شما رفتنی بودن یگان جای دیگر رفته باشن؟ نه خاله هم در خانه هم است. شنیدید خالای زیلال؟ بله شنیدم. بیایید اپای هوی. قربانتان شم بابا ابراهیم من شما را میجستم. دخترم همین چه حال داری؟ خودی پایتان شم به من یاری دید. گریه نکن دخترم. شینید اپای هوی. چی واقعه رخ دادنش را نمیدونم اما غم و اندوه به شما ضرر دارد. کنی گپ زن. چی درد داری؟ بکری به تشکیلات همراه شده از بابا ابراهیم. و باز آن ظالمان به دست سلاح دادند. یا الله. آقای دکتر به نزد شما فرستادند. آن کس کمک میکند گفتند. باید هر چیز زودتر بکری را از اینجا دور نماییم. برای بکری از همه جای خوب دهه مزارت است. در آن دهه یک مکتبی کلان و خوابگاه برای طلبه ها است. آنجا در پناه آدمان خوب و بی ضرر می ایستد انشالله. انشالله. خدا از شما راضی باشد. غم نخور. من هم با شما راضی ام اکر. به زینب اجازه ندادم. نقص کردی حمید. خانه را مکتب کردم. امک حمید. لبای چی گپ است؟ یگان کس زنگ زد؟ بله دمیر زنگ زد. دیتا با زنگ میزده است.
اکا با فکرم برات رو یافته است. برات رو یافته است اکا. یک طرف. این کودک به کجا رفته باشد؟ اینجا به غریبی کنده شده است. پسرم دکتر پسرم. بعد صحبت بکنیم خلای زیلال بعد. چرا این طور میکنی پسرم؟ او یکی از آنهاست. ولی او را دیده بودم. شد که چه با آنها آموزاندم. نماز خوانید. مرشب راست شب. آفرین خیلی خوب آموختم. آنها چیکار میکنن که چه؟ هیچ نماز میخونند. لیکن حالا وقتی نماز نشده است شما به نماز باور ندارم گفته بودید. البته نداریم مجده. اما وقتی به ده میرویم به مسجد رفتن لازم میآید. مردم نباید ما رو فرق کنند. یعنی چه خیل؟ از خاطر نبرار وقتی به ده رفتن باید مثل آنها رفتار نمایند. در دینی آنها بودنشان را نشان دهند. آن وقت آنها را به آسانی به خود همراه میسازیم. اما آنها نماز را خط خونده ایستادند. نگر مثل زنها ایستاده است. دیگرش دستانشون را درست گذاشته است. یعنی نادرست میخونند ها؟ نه این طور باشد تو به آنها نشان ده. درست خوان ابله. زنی خاموشی سه. به شما چی گفته بودم؟ به خدا خانه. گوش کن مجده. خوب گوش کن. به ما نماز شرط نیست. درست میخونند یا نادرست این مهم نیست. فقط در آنجا خطا نکنند. اینها در اینجا شوخی کرده ایستادند. غمگین نشم. تماما پروا نکن. فهمیدم که چه. همه این رو برای به چشم مردم خواب پوشیدن آنها را فریب دادن میکنید. البته
اگر همین طور نکنیم مردم را به تشکیلات همراه کرده نمیتوانیم. فراموش نکن که دین اسلام عصرها باز خلقمان را به عقی برده است. مگر دین ما را با این احوال آورده است؟ برای همین مرزی دین مبارزه میبرید. آفرین به تو مژده. انا دیدی عقلت به سرت آمد. قوه اساسی مردم دین اسلام است. اگر این دین را نابود سازه یعنی دشمنی اساسی ما نیست میشود. بعد به خواسته امان میرسیم. زنگ نزد کو؟ زنگ میزنه به مکه امید. صبر کنید. ها الو. بله گپ زن گوش میکنم. یعنی او روی یفتی. سینون بدی می آید. سینون بدی می آید. کار انجام دادی بدی. در خانهش کسی نبود سینون. کودک از پی ادای وظیفه‌اش است. این طور باشد از معلم خلاص میشویم. خواطر نشو. البته خلاص میشویم. کودک از عهده کار میبرد. پروا نکن. اما بدی به سر مسئله اساسی میآییم. اگر در خانه یگان کس نباشد خلطه ها را نخود نکوبم. همه جای خانه رو یک به یک کوفتم لیکن خلطه ها رو نیافتم. چی گپ است؟ همتان زود فراخوان نشوید. بزایدیش تو چی مرا تعقیب نمودی؟ آوازه‌دار قیامی روز بعد جهانگردی ها بعد غرب و شرق اروپا و آسیا از استودیوی سیما دسترس کنید. قیامی روز جایزه ترین فیلم در استودیوی سیما. اگر زن من شازده چیکار میکنم؟ پیراهای تقدیر فیلم سال 2011 در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی و تاجیکی گردانده شد.